در شهر اسکندریه مصر پیرمردی سالمند قصه‌ای را روایت میکنه. میگوید این همین چند ماه پیش بوده. میگوید در اتوبوس مسافربری سوار بودم، مسافرات تکمیل شد، در ایستگاه صدا زدن میخوام حرکت بکنیم، مسافرات سوار بشن. جای یک نفر دو نفر خالی بود، صندلی جلو من. شاگرد این طرف نگاه میکرد تا اینکه در همین اثنا یک دختر جوان مصری مسلمان با لباسی خیلی زننده و بدریخته و نیمه لخت با هیئتی خیلی زشت و قبیح، مسلمان و مسلمان زاده بود، کشور مصر، آمد وارد شد. یک کیفی هم بر کتفش بود. وقتی وارد شد موت و بدن من سیخ شد و کل مسافرین همه مات و مبهوت شدن. حیرت آور بود. آمد برعکس جلو من رو همون صندلی خالی نشست. من همینجور هرس میخوردم، گفتم که بهش بگم 4 کلمه نصیحتش بکنم یا نمیخواد، من چه کار دارم؟ ولی وجدانم قبول نکرد. گفتم این نوه منه، این دختر منه، این دختر مسلمانه، این ناموس اسلامه، من وظیفه دارم، وجدانم معذره، باید بگم. یک واشکی بهش گفتم که دخترم بهتر نبود خودتو میپوشوندی، سنگین تر نبود؟ از روی دلسوزی من جای پدر بزرگش بودم. به مجردی که همین کلامو گفتم از روی صندلی بلند شد. من فکر کردم میخواد تشکر بکنه. بلند شد، هرچی حرف زشت در دنیا هست به من پیرمرد با صدای بلند زد، اما آبروی خودش و هم منو نابود کرد. گفتم استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. با چه چیزی مواجه شدم؟ بعد نشست رو صندلی، یک نیم ساعت نشست، اتوبوس رفت، دوباره بلند شد. گفتم حتما داره فکر میکنه که اشتباه کرده، میخواد معذرت خواهی بکنه. دوباره بلند شد، با یک تکبر و غروری کیفشو در آورد، در کیف باز کرد، یک تلفن همراه داخل کیفش بود. گفت پیرمرد خرفتی، تو که میگی خدا و جهنم و آخرت، این تلفن منو بگیر، به اون خدا زنگ بزن تا غرفه‌ای و اتاقی در جهنمش برای من رزرو بکنه. گفتم لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله، استغفر الله، خدایا من با چی مواجهم؟ بعد میگه دختر نشست، تلفنشو گذاشت و نشست، سرش گذاشت روی صندلی جلوی، سر بلند نکرد، ماشین رفت تا رسید به مقصد. بعد میگه شاگرد گفت اینجا آخرین ایستگاه، پیاده بشید. رسیدیم. بعد میگه همه پیاده شدن، ما چند نفر نشسته بودیم. شاگرد آمد گفت که خانم رسیدیم، سرت بلند کن. جواب نمیده. خانم به مقصد رسیدیم، مسافرها پیاده شدن، تو فقط موندی. گفت جواب نمیده. دیگه دست زد به بدن این دختر جوان، افتاد تو راهرو. نگاه کردن که نفس خالی کرد.